جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. درود و عرض ادب خدمت همراهان همیشگی صوفی ویژن. امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو قرار با هم بررسی کنیم انرژی ها و تاثیرات ماه گرفتگی کامل ماه سپتامبر رو و ببینیم که چجوری روی مارکت بیت کوین تاثیر میذاره. تا پایان ویدیو با من همراه باشید و اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. دوستان قبل از اینکه بریم روی چارت بیت کوین و بررسی کنیم انرژی های این ماه گرفتگی و نحوه اثرش روی مارکت رو، یه سری موضوع رو بهتون میگم که بفهمید انرژی هاش چجوری قرار عمل کنه توی حال زندگی روزمره‌مون و بعد میریم سراغ کار خودم. ماه توی این گرفتگی توی نشان دو ماهی هستش. نشان دو ماهی نشان شهود، مسائل شهودی درون خودمون و باورهامون. از اون ور خورشید که روبروی ماه قرار گرفته دقیقاً توی نشان خوشه هست. خوشه نشان کار، خدمت و عقل و منطق و مسائل روزمره است. این گرفتگی، این تقابل باعث میشه ما بخوایم یه تعادلی رو توی زندگیمون توی این مسائل به وجود بیاریم، حالا با اتفاقاتی که رقم میخوره برام. پیامش چی هست؟ من یه چند سال پیش جمله ای رو خوندم که نوشته بود بزرگی در خدمت است. این جمله تقریبا سعی کردم همیشه سرلوحه زندگیم باشه. بزرگی در خدمت است یعنی چی؟ یعنی بزرگ بودن توی پول تو نیست، توی مال و منالی که داری نیست، توی خدمت کردن به دیگران، توی اون دهشی که میکنی به بقیه از انرژی خودت و باعث میشی یه گره‌ای از کارش دیگران حالا برداشته بشه. اینجوری هم نیست که حتما بری مثلا 100 میلیون پول بدی به یکی. دهش کردن حالا اینجوریه که میری سر کار میبینی همکارت حالش بده، با یه جمله خوب، با اینکه چقدر خوشگل شدی امروز، چه لباس قشنگی، حالشو خوب میکنی، از انرژی خودت میدی، دهش میکنی که از اون ور یونیورس بهت بده، داد و دهش. و اون شعر معروف هم که همتون میدونین، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و عنبر سرشته نبود، ز داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. بنابراین به نظرم این ماه گرفتگی چون توی محور خوشه و دو ماهی هست بخواد این رو بهمون بفهمونه و این قفل شدن، این گرفتگی انرژی هامون که الان همه رو میبینید دیگه توی این وضعیت اقتصادی چجوری شدن، قفل شده همه چی، این داد و دهشه بسته شده، همه در جیباشون رو دوختن، نه پولی میره نه پولی میاد، نه انرژی میره نه انرژی میاد، این قفل شده. این قفل شدن رو این ماه گرفتگی به زور متاسفانه یا خوشبختانه بازش میکنه و شما بهتره که با دست خودتون با داد و دهش کردن این پروسه رو سرعت ببخشیم و انشالله که بهترین اتفاقا براتون رقم بخوره توی این ماه گرفتگی و حال هممون خوب بشه. و بعدش هم بلافاصله 10-15 روز بعدم ما خورشید گرفتگی رو داریم که راجع به اونم براتون میگم و توی کانال مینویسم اگه نشده ویدیو بگیرم. و این 6 ماه واقعا طوفانیه و علل خصوص این که دوباره ساترن برمیگرده توی نشان دو ماهی، برگشتی برمیگرده یه سری مسائل رو ببنده و یه دوره 30 ساله جدید رو آغاز کنه. بیشتر از این سرتون در نیارم، بریم روی چارت و ببینیم که چی کار باید بکنیم با دارایی هامون توی دنیای کریپتو و ریسکمون رو چجوری کنترل کنیم. توی کانال من گفته بودم که اگه بیت موفق نشه ناحیه 123 الی 125 رو با قدرت بشکنه قبل از 25 آگوست، من 80% از آلت کوین هام رو نقد میکنم و میبینید که اینجا 25 آگوست این خط زمانی گن هست که حالا اصلاح شروع شده و ناحیه‌های حمایتی خوبی که ما داریم اینجا این ناحیه هست 103 بین 103 تا 98 هست و پایین تر هم اینجا میاد حالا 94 و
من انتظارم اینه که اینجا حمایت بشیم تو این قسمت هایی، حالا بازه بین 96 تا 102.3 حمایت بشیم. ولی این ماه گرفتگی یه سری مسائل داره، چون که توی خونه 8 ناتال چارت بیت کوین داره اتفاق میفته، یه سری احتمالات برای ما پیش میاد. اینکه خونه 8 مربوط میشه به دگرگونی ها و اتفاقات عمیق و از اون برم ساترن برگشتیه. من انتظارم اینه که قانونگذار و مارکت میکر بخوان که یه سری محدودیت های جدیدی رو بذارن، اعمال کنن روی مارکت که باعث ترس و پنیک بشه و یه خورده عدم اعتماد به وجود بیاد اولش، ولی بعداً به مرور این قوانین باعث میشه که اعتماد برگرده. ولی برای دوره 6 ماه من نظرم اینه که بیت کوین مقابل مارکت میکر و قانونگذار قرار میگیره و ما اینجا چون هم پلوتو برگشتیه، هم ساترن و اورانوس هم برگشتی میشه به زودی، اینجا من به نظرم یه کورولیشن رو ببینیم، یه جمع آوری رو ببینیم، حالا اصلاح رو به پایین و یا شادو بازی هایی که بخواد بشه و بخواد بره این زیر برگرده بالا. بنابراین خیلی پرنوسان بازار، خیلی پرنوسان این 6 ماه. وزن دارایی هاتون رو به دارایی های امن انتقال بدین. نمیگم لو مارکت کپ نداشته باشید، ارزهای کوچیکم داشته باشید، ولی سبد باید مدیریت بشه و بهینه بشه به هیچ عنوان. یعنی نمیدونم اینو چجوری بگم، پول توی صرافی نگه ندارید به هیچ عنوان. حتی مثلا میگه خب حالا این $100 دیگه، $100 که چیزیست، نگه ندارید. خیلی امکان هک و کلاهبرداری زیاد میشه طی این ماه گرفتگی و دیگه دارم میگم دیگه نگه ندارید. اصلا به هر کسی هم میتونید بگید که پولشو خارج کنه از صرافی ها، چه ایرانی چه خارجی. حالا میخواد البنک باشه، نوبیتکس باشه، بیتبرگ باشه، تتلن باشه، پول نگه ندارید، خرید کنید یا میخواید پول بفروشید انجام بدید، خارج کنید توی تراس ولت، توی سیف پلتون، توی حالا کیف پول سخت افزاریتون و اصلا نگه ندارید. چون که توی خونه 8 و این ماه گرفتگی و احتمال هک و کلاهبرداری بسیار بالاست. به نظرم اینجوری که چارت میگه اینجا ما یه رنج رو به پایینی رو ما داشته باشیم و بعد بخوایم برای مثلا نوامبر رو، دسامبر رو، ژانویه یه بالایی رو ببینیم. ولی انرژی غالبی که الان هست دوستان انرژی که نوسان داره، یعنی اذیت میکنه. مارکت میکر تمام زور خودش رو میزنه که شما اذیت بشین و بهترین راه اینه که هر پایینی که بیت میده شما DCA کنید یا به قول معروف خرید پله‌ای انجام بدین توی این نواحی که گفتم و حد ضررتون مشخص باشه تا برای اینکه بعد از اینکه حالا سیارات مستقیم شدن و قانونگذار کرمش ریخت، زورش رو زد که بیت کوین های شما رو ازتون بگیره به زور، وقتی بازار آروم شد حالا بالاش رو بگیرید و یه سود خوبی رو ازش بکنید. مسئله دیگه ای که بخوام بگم، سپتامبر خیلی طوفانیه. یه سری اسپکت داریم ما اینجا که ببینید از تقریبا از 3 سپتامبر اینجا 90 درجه اورانوس و مرکوری رو داریم که این یه سری اخبار ناگهانی رو نازل میکنه به زمین و مارکت. این خیلی خطرناکه دیگه. عرضم به خدمتتون این مینی مثلثی که میبینید اینجا بین جوپیتر، مرکوری و مارس به وجود میاد هم دوباره مزید بر علت میشه که مارکت نوسان کنه به شدت. و سپتامبر طوفانی دیگه، حالا جزئیاتش رو توی کانال براتون میگم
که هر کدوم از این اسپکت هایی که دیدیم چجوری اثر میکنن، ولی خب ناحیه امنمون از 95 هست تا 103,000 که باید اینجا هم حالا شادو بازی اگه شد ناگهانی ریخت، باید شما یه ساختاری ببینید بعد خرید کنید. همینجوری اینجا بریزه اینجا بخرید یهو ممکنه بخواد برگرده بره پایین به سمت 55-60,000 داستان غم انگیز میشه. ولی اینجا وقتی داره میریزه شما رفتارش رو نگاه کنید، ساختاری که تشکیل میده رو ببینید و بعد خرید کنید. خرید هم پله‌ای باشه، 100 میلیون داری 3 تا 30 میلیون میکنی و خریدتون انجام. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم اگه لایک و سابسکرایب کنید و به من انگیزه برید برای ویدیوهای بیشتر. دوستتون دارم. خدا نگهدار.